السلام علیکم دوستان подписчикон و هموطنان گرامی. روزی همه شما با خیر و شادی باشد. در هر جایی که باشین در حفظ و امان پروردگار باشین. دوستان عزیز خوش آمدین همه کسا به کانال دهقانی ما. مرحمت دوستان عزیز. در نوبتی 5 تا ساولق کتا بوی 2 تا سوپر برای قشقار برای حصاری. تماشا کنید پوچه بلندی قد قامت گوسفند قشقار همش تماشا کنید. همش اهمیت بتین خشنو. این همیش دبرای اون او سفیدش کم ترک خرابه. همی قشقارا همی گوسفندان تماشا کنید. گوسفندان نمیدونم که کمش بچه کمش که همی 2 تا قشقار همی گوسفندان تماشا کنید. گوسفندان این ممکنه که 4 برک باشه. 4م براش نمیاد. دربانشون همی سفید کم ترک خرابه به خاطری که صاحبش میگه که دنبه شاید کرمزگی بود. ما دیرتر دیدیمش با همون خاطر خرابترک اومد. قشقار رفتن 4 تاش قشقار رفته. اگه سفیدش پد و پروسه اگر رفته باشه هم قشقار این همی قشقارو رفته. اگه این همی قشقاروی سیاه قطعی همو بودن. همش در جایگی بودن. محکم بودن. تماشا کنید دوستان عزیز. همه طرف گوسفندا رو تماشا کنید. قشقاروش هم تماشا کنید. چه قشقاروی بلندی درست. چه قشقاروی فسونه. در بینشون هم گوسفندی سفید کم ترک خرابه. پیر نیست. 3 برای 4 برای کدگیه پیر نیسته. تماشا کنید دوستان عزیز. گوسفندا رو بوزبالگی قشقار تماشا کنید. این همیش قشقاره و اون اولاوی قشقاره دیگهش ساولق 5 تا همش 7 دانه یک در یک جایگی دیدین دوستان. تماشا کنید. همه طرف تماشا کنید. گوسفندای بغزن یا قرار دارن در ناحیه مومن‌آباد دستافکا تا 100 کیلومتر داریم. نرخ‌ها یا باشه در یک جایگی ان در یک 2950 سومی بهترین گوسفندان. تماشا کنید دوستان عزیز. 2950 سومی بوزبالگی قشقار تماشا کنید. درازیش تماشا کنید. سالق درازیش تماشا کنید. قشقارا غمشون دادیستن. قشقار رفتگی یا نمیستان. نیش دستاقه اینه پیشگی هم دستاقه 3 تاش سالقه 2 تاش برای از ساله. باقی در امان خدا باشین دوستان عزیز.